همداران عزیز سلام علیکم. امروز 5 ایون سال 2025 می باشد. پگاه عید قربان است. همه شما رو با عید تبریک و مبارکباد میگویم. با شما همتون صحت سلامتی در خانه هایتون آرزومند می باشم و در کارهای دهقانی هایتون در تمام کارهایتون آرزوهای بهترین رو، یعنی که موفقیت و بهترین رو من به شما آرزو میکنم. امروز من به شما نشون میدم که من برای تیرامو پیوند تک پیوندی گلوس رو تیار کرده شدم. تک پیوندی که ما آوردیم از خارج کشور می باشد، کپشش می باشد و من علاقه برای پیوند تیار شده شدن. این کلون هایش برای پیوند تیار میشن و من امسال پیوند میکنم. آن کدامش که خورد است برای پیوند تیار نیست، سال آینده با دیگر سال تیار می شود، پیوند میکنم. و امسال ما مقصد داریم که از گلوس های بهترین پیوند کنیم. گلوس های بهترین رو در همینجا شناندیم. این گلوس های بهترین می باشد. گلوس لاپینس، سکینا، رویال تیگا، سویت خارد، سویت آریانا، گلوس تودای هیسور، همین گلوس ها رو ما تیار کردیم و خدا خواهد تیرامو در همین کلون کلون هایش پیوند میکنیم. حاضر ما بین قطار ها رو از علف تازه کرده شدیم. بینید این طرفش چقدر علف دارد و این طرفش رو بینید که چقدر تازه بهترین شده است. و ما آبی خریده، قطعی آب خریدیم با ماشین در حوض ریختیم و با آبی قطرگی آبی خریده ما این رو آب داده شدیم تا اینکه هر چی تیزتر زود کلان شود و ما آخر ماه اوگوست اول سپتامبر در اینها پیوندهای برگ پیوند رو گذرانیم که بهار بولاش رو بریم کلان شود و سال آینده علاقه به خواهشمندان پیشنهاد کنیم. انا همدیران عزیز، این یک سمت کاری ما است و آستا ما اینجا انگورها رو نیمش رو ویران میکنم. انگورهای کلان رو امسال پختگیش رو نشون میدم، در فروش میمونم برای که به من زمین نمیرسد که من نهالستان کنم. من اینجا یک بسیارش من انگورا نشون میدم. اینا همش خدا خواهد اینا من میفروشم. همین سال آینده همین انگورهای کلان من میفروشم، در فروش میمونم. در تنش انگوری پختگیش رو نشون میدم و اعلان میکنم خواهشمندان خریداری میکنن. در تنش مینویسم و تینما همین انگورهای کلان گرفته میبرد. من هم خیلی یک 200 300 ممکن 500 600 انگور رو امسال با فروش مونم، چون که با من زمین خالی در کار. من هم خیلی همدیران عزیز ما مهنت کرده ایستادیم و دنیا با امید است هرچند که آبی ما نبرومد و از بینی که در چند کار ما شکست خوردیم، لیکن ما دستامون با پایان نفراوردیم، دل شکسته نشدیم، دل گرمی کرده باز کار میکنیم تا اینکه به خلق و وطن خود ما خدمت کنیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید، پادپیسات کنید، نوارهای ما رو تماشا کنید.